شاید واسهتون جالب باشه که بدونید امام علی انار رو چجوری میخورد. انار رو اندر مناقب علی مولای معتدیان سالار و سرور دزدان مدینه آوردند که یه روزی داشته تو کوچه پس کوچه های مدینه همینجوری ول میچرخیده ببینه کیو پیدا میکنه سرش یه کلاهی بذاره یه مالی ازش بدزده که به یه یهودی برمیخوره. جلد 41 کتاب بهار الانوار صفحه 300، جلد 24 کتاب وسائل شیعه صفحه 416، جلد 4 کتاب مستدرک سفینة البحار صفحه 201 و جلد 1 کتاب خرائش صفحات 182 183 روایتی داریم که میگه ان یهودیا قال لیعلی ان محمدا قال ان فی کل رمانة حبة من الجنه. میگه یهودیه به علی میگه محمد گفته تو هر اناری یه دونه بهشتی هست. بعد تو ادامه یهودیه میگه وانه کثرت واحدة و اکلتها کلها، میگه من یه دونهشو شکستم و کلش رو خوردم. علی میگه و قال صدق رسول الله، علی میگه راست گفته رسول الله. و ضرب یده علی لحیته، میگه یه ضربه به ریشش زد، به ریش یهودیه زد. فوقعت حبة رمان منها، میگه و یه دونه انار از ریشش افتاد. و تناولها و اکلها و قال لم یاکلها الکافر والحمد لله، میگه برداشت خوردش و گفت الحمدلله که یه کافر اینو نخورد. یعنی انار لای ریش یارو بوده، بعد زده با دست افتاده رو زمین تو آتشخالا همینجوری غلط خورده، بعد از زمین برداشته گذاشته تو دهنش. یعنی یکی از کرامات و معجزات حضرت امیر این بود که اینو خورد و نمرد.